4 کشوری که اسمشون در مرور زمان تغییر کرده. داخل این لیست اسم ایران خودمون هم هست. 1. ترکیه. نام قبلی امپراتوری عثمانی. پیشینه پیش از سال 1923. این منطقه تحت حکومت امپراتوری عثمانی بود. پس از فروپاشی آن جمهوری ترکیه تأسیس شد. 2. افغانستان. نامهای قبلی خراسان، امارت افغان. پیشینه بخش‌هایی از افغانستان امروزی در گذشته جزئی از منطقه خراسان بزرگ بودند. بعدها نام افغانستان رسما توسط امیر دوست محمد خان و سپس در دوره امان الله تثبیت شد. 3. عراق. نام قبلی بین النهرین. پیشینه در دوران باستان منطقه عراق کنونی محله تمدن‌های سومر، بابل و آشور بود. نام عراق در دوران خلافت اسلامی تثبیت شد. 4. آخرین کشور یعنی ایران. نام قبلی پرشیا. پیشینه در جهان غرب تا سال 1935 کشور ایران را با نام پرشیا می شناختند. در این سال رضا شاه از کشورهای خارجی خواست که از نام ایران، نام بومی کشور، استفاده کند. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ساب کنید و با حمایت کردنتون به هم انرژی بدین و اگر این ویدیو بالای 1000 تا ویو و 50 تا لایک بخوره داخل ویدیو، بعد کشورهای دیگر رو که اسم جالبی دارن رو بهشون میپردازیم.